مقایسه غول‌های موشکی. کدام یک پادشاه آسمان است؟ موشک مینتمن 3 قاره‌پیما ستون فقرات بازدارندگی هسته‌ای آمریکا برای دهه‌ها بوده است. با بردی بیش از 10,000 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک‌های MIRV همچنان یک تهدید جدی محسوب می‌شود. آیا این اسطوره هنوز هم حرفی برای گفتن دارد؟ موشک آراس 28 سارمات، قاره‌پیمای سنگین روسی، جانشین موشک افسانه‌ای R36M است. با بردی باور نکردنی بیش از 18,000 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای و سیستم آوانگارد، کابوسی برای سامانه‌های دفاع موشکی است. موشک DF-41 قاره‌پیمای چینی نمادی از قدرت رو به رشد نظامی این کشور است. با بردی بیش از 12,000 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک‌های MRV می‌تواند هر نقطه‌ای از ایالات متحده را هدف قرار دهد. آیا این اژدها می‌تواند تاج تخت را از آن خود کند؟ موشک M51 SLBM زیردریایی پرتاب فرانسوی بخشی حیاتی از بازدارندگی هسته‌ای این کشور است. با بردی بیش از 10,000 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک‌های MRV از زیردریایی‌های هسته‌ای شلیک می‌شود و تضمینی برای پاسخگویی است. کدام موشک به نظر شما قدرتمندتر است؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید. کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال کنید تا هیچ ویدئویی را از دست ندهید.